سلام مامانه قشنگ. در قسمت قبل درباره تهوع، سوزش معده، یبوست و ورم صحبت کردیم. حالا بریم سراغ بقیه مشکلاتی که ممکنه در دوران بارداری سراغت بیان. پس تا آخر ویدیو با ما همراه شو. پنجمین مشکل، کمخونی. بدنت در این دوران به آهن بیشتری نیاز داره. اگه زود خسته میشی یا رنگ پریده به نظر میرسی، ممکنه کمخون شده باشی. پزشک معمولا مکمل آهن تجویز میکنه، ولی خودت هم غذاهای سرشار از آهن مثل گوشت قرمز، عدس و اسفناج بخور. اگه این ویدیو برات مفیده، با یه لایک کوچیک انرژی بده تا با قدرت ادامه بدیم. ششمین مشکل، سنگ کلیه یا عفونت ادراری. در دوران بارداری، کلیه ها و مجاری ادرار کندتر کار میکنن و همین میتونه باعث تجمع مواد و ایجاد سنگ یا عفونت بشه. اگر سوزش ادرار یا درد پهلو داشتی، حتما پزشک رو در جریان بذار و مهمتر از همه، آب زیاد بنوش. هفتمین مشکل، فشار خون بارداری یا پراکلامسیه. اگر فشار خون بالا بره و با ورم یا سردرد همراه بشه، ممکنه خطرناک باشه. این وضعیت معمولاً بعد از هفته 20 بارداری دیده میشه و نیاز به مراقبت جدی داره. پس چکاپات رو منظم انجام بده و هیچ وقت عقب ننداز. هشتمین مشکل، دیابت بارداریه. در بعضی خانم‌ها قند خون در دوران بارداری بالا میره. این مشکل معمولاً بین هفته 24 تا 28 مشخص میشه. با رژیم غذایی مناسب و گاهی دارو قابل کنترله. پس آزمایش قند خونت رو جدی بگیر. نهمین مشکل، درد کمر و لگن. افزایش وزن و تغییر فرم بدن باعث فشار روی ستون فقرات میشه. رباط‌ها هم شلتر میشن تا بدن برای زایمان آماده بشه. برای کاهش درد، ورزش‌های سبک مخصوص بارداری انجام بده و هنگام نشستن یا خوابیدن حالت بدنت رو درست نگه دار. در پایان، بدون که بیشتر این مشکلات طبیعی‌اند و با مراقبت درست قابل کنترلن. بدنت در حال ساختن یه زندگی جدیده. پس اگه چیز غیر عادی حس کردی، نترس، فقط با پزشکت صحبت کن. با آگاهی و آرامش این دوران قشنگتر و ایمن‌تر میگذره. رسیدیم به پایان قسمت دوم. مرسی که تا اینجا همراه بودی مامان عزیز. قسمت بعدی رو از دست نده.